تا اواخر سال 2030 هوش مصنوعی ساخته میشه که از هوش انسان جلو میزنه و این باعث رشد سریع علم میشه. البته اینو پیشگوی معروف ری کورزویل گفته که مدیر ارشد فناوری اطلاعات گوگل هم هست. اون معتقده که وقتی تراشه در مغز انسان جاسازی بشه میتونه کارهای فوق‌العاده حیرت انگیزی انجام بده. برای مثال اگر این تراشه بیماری رو در بدن ما شناسایی کنه به همون هشدار میده و میتونیم اون رو در همون مراحل اولیه از بین ببریم. دیگه نیاز نیست به مدرسه و دانشگاه بریم، چون ما میتونیم هر چیزی رو به سرعت یاد بگیریم. این تراشه ها میتونن در کسری از ثانیه اطلاعات رو جمع آوری کرده و به مغز ما منتقل کنن. هر چیزی که ما امروز در این ویدیو در موردش صحبت میکنیم مبتنی بر پیشگویی های کروزویله. این مرد در پیشگویی های علمی یه نابغه است. از بین 147 پیشگویی که کرده 115 تاشون تا به امروز درست حساب در اومدن و صحت پیشگویی هاشم 86%. من صالح هاشمی هستم از بهتامک. با ما در این ویدیو همراه باشید. طبق گفته ری بلافاصله بعد از اینکه تراشه ها تو مغز انسان ها کار گذاشته میشن، انسان ها به لطف بدن کامپیوتریشون میتونن کارهای بی‌نهایتی رو انجام بدن. شبکه عصبی بدن انسان اندام های بدنی منحصر به فردی تولید میکنه که خیلی بهتر از اندام های بدنی انسانن، پس طول عمر ما افزایش پیدا میکنه. به لطف این تراشه ها ما میتونیم بدنمون رو کنترل کنیم و هر طور که میخوایم اون رو طراحی کنیم. فیلم ماتریکس رو یادتونه، ما میتونیم به راحتی با دراز کشیدن روی مبل توی خونمون بازی فرد برگزیده یا خدا رو انجام بدیم. شاید حتی بتونیم مثل فیلم تلقین تو رویاهای افراد دیگه سفر کنیم در حالی که ما با خیال راحت زیر پتو دراز کشیدیم. ربات ها میتونن کارامون رو انجام بدن. درصد جرم و جنایت بین انسان ها به 0 میرسه، چون هر دزدی رو میشه با تراشه توی مغزش شناسایی کرد و پلیس ها دیگه مجبور نیستن برای دستگیر کردن مجرما از اسلحه استفاده کنن، چون این کارو میشه از کیلومترها فاصله هم انجام داد. پلیس ها با فرستادن جریان الکتریکی به بدن مجرم بدن اونو از کار میندازن و بدون اینکه یه قطره خون ریخته بشه اونو دستگیر میکنن. با همچین سرعت بالایی در حوزه علم 5 سال بعد از ساخته شدن شبکه نورونی انسان‌ها قادرن در سیارات دیگه حیات تشکیل بدن و اونجا رو تبدیل به محلی برای سکونت کنن. علاوه بر این انسان‌ها میتونن توی مصرف منابعشون حد اعتدال رو رعایت کنن، چون شبکه عصبی میتونه مقدار غذا، برق، آب و هر چیز دیگه‌ای که انسان نیاز داره رو محاسبه کنه و اون شخص در مرفه‌ترین حالت ممکن زندگی میکنه. دیگه هیچ فقری وجود نداره، یه چیزی شبیه نظام کمونیسم. حالا که بحث سیاست شد بگیم که روابط بین الملل خیلی راحت تر میشن. شبکه های عصبی رهبران جهان رو وادار میکنن که به ساده ترین شکل ممکن با هم به توافق برسن و دیگه هیچ اختلافی بین ایالات مختلف نیست. و حتی اگر رهبران کشورها رضایت بدن که همه کشورها با هم متحد بشن، همه مردم جهان میتونن فقط توی یک کشور با یه دسته قوانین مشخص زندگی کنن. ولی این بدیهای خودش رو هم داره. بزرگترین مشکل تراشه ها بخش تبلیغاته. شرکت ها منابعشون رو بیشتر میکنن تا محصولاتشون رو توی مغز ما فرو کنن. تبلیغات برای هر شخص به صورت جداگانه و سفارشی و با توجه به محل زندگیش، اولویت ها و علایقش انجام میشه. زمانی که ما به سمت این تبلیغات کشیده میشیم، تراشه تکانه های مخصوصی رو به قسمت های مخصوصی از مغز ما میفرسته و اون تبلیغ رو به ما نشون میده. ولی همه ماجرایی نیست. این تراشه همیشه همراه تو و گذشته تو تحت مالکیت سرور اصلی در میاد. چرا سری قبل بیمار شدی؟ به سمت چه جنسیتی گرایش داری؟ چرا به فلان کاندید رای دادی؟ و اون خاطره بد و شرم‌آور از بچگیت، هیچ کدوم از اینا دیگه از بقیه مخفی نیست. زندگی تو فقط برای تو نیست، چون همه اطلاعاتت روی سرور اصلی ذخیره میشن، جایی که سازنده تراشه ها میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و حتی امکان اینم هست که تراشه هک بشه و تمام اطلاعات زندگی شما به دست یه هکر کلاهبردار بیفته که این میشه یه وسیله خطرناک برای تهدید آدم ها. صبر کنید، معایب دیگه ای هم داره.
فقط نخبه ها میتونن برن سر کار و برای انجام هر پروژه‌ای باید سخت با بقیه رقابت کنید، چون همه کارها با ربات انجام میشن و این خلأ آدمای زیادی رو جذب خودش میکنه. خیلی راحت ممکنه از کارتون بیکار بشید، چون تراشه توی مغز بسیار بروزه و ورژن های جدیدشون به سرعت تولید آیفون جدید تولید میشن. اصلا مهم نیست شما چقدر توی کارتون مهارت دارید، برتری با کسیه که تراشه بروزتری داشته باشه. اگر بخوان تو مغز همه انسان‌ها تراشه جاسازی کنن، قطعاً کسایی هستن که مخالفت میکنن. وجود این مخالفت‌ها جهان رو به دو گروه تقسیم میکنه. گروهی که تراشه توی مغزشونه و گروهی که تراشه توی مغزشون نیست. یه چیزی تو مایه های نجات پرستیه، ولی اینجا قضیه وجود یا عدم وجود تراشه توی مغزه. اصطلاحات تراشه ستیزی و تراشه دوستی و از این دسته اصطلاحات مثبت و منفی در مورد تراشه ها وارد فرهنگ لغات ما میشه. ایلان ماسک در آخرین کنفرانس خودش اعلام کرد که تراشه‌ای که توسط شرکت اون نورالینک ساخته شده با موفقیت در مغز یک خوک گذاشته شده بدون اینکه به سلامت اون آسیبی برسونه. طبق گفته ماسک این تراشه برای افرادی که از بیماری‌های عصبی و نخاعی رنج میبرن خیلی مفیده. این تراشه در آینده پیشرفت میکنه و قابلیت‌هاش بیشتر میشه، ولی الان حتی نصف اون قابلیت‌هایی که پیش بینی شده بود رو هم نداره، ولی بجز شبکه عصبی پیشرفت‌های دیگه‌ای هم داره. مثلا برین گیت یا همون سیستم کاشت مغز که توسط شرکت سایبرکینکت ساخته شد یکی از این هاست. اون یه دستگاهی مثل تراشه است که میتونه عملکرد اعضای بدن رو کنترل کنه و در نتیجه بیماران معلول میتونن به راحتی حرکت کنن. و یا یه مورد جالبتر، شرکت نیلسن روشی رو اختراع کرده که با استفاده از تکانه‌های مغزی میتونه متوجه بشه که افراد در مورد محصولات و تبلیغات چه فکری میکنن و در نتیجه رفتار مصرف کننده رو متوجه میشه. شرکت مایکروسافت تونسته تکنولوژی رو اختراع بکنه که با استفاده از اون آمادگی کاربراش برای دریافت تبلیغات رو بسنجه. و در آینده تراشه‌های سیلیکونی جدید انجمن ملی تحقیقات کانادا به ما کمک میکنه بفهمیم سلول‌های مغزی در شرایط عادی چطور کار میکنن، که این خودش باعث میشه ما دلیل ناتوانی‌های جسمی و اولویت‌های متفاوت انسانی رو متوجه بشیم. هیچ کس خبر نداره که این پیشرفت‌ها به کجا میرسن. من خودم هم هنوز مطمئن نیستم که زمانی که تراشه‌ها عمومی بشن میخوام ازشون استفاده کنم یا نه. فکر میکنم اگر ایلان ماسک حاضر بشه که خودش اولین کسی باشه که از اختراعش استفاده میکنه، میتونه خیلی راحت تر مردم رو به استفاده از تراشه ها تشویق کنه. نظر شما چیه؟ نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید. ولی قبل از اون میخوام که خوب به این موضوع فکر کنید. طبق گفته ایلان ماسک مردم همین الان هم سایبورگ هستن. ما با ماشین ها حرکت میکنیم، با تلفن‌های همراهمون با هم ارتباط برقرار می‌کنیم و سال به سال ربات‌های بیشتری برای انجام کارهای ما ساخته میشن. ساخت تراشه‌های عصبی و نانو ربات‌ها به ما کمک می‌کنه تا همه این کارها رو راحت‌تر انجام بدیم. شما دیگه نیازی به کامپیوتر ندارید، چون مغزتون خودش تبدیل به یک کامپیوتر شده. با یه اسکلت خارجی قوی دیگه نیازی نیست هر سال کتونی جدید بخرید. اگه فکر می‌کنید که اینا اظهاراتی خیالی هستن، خب شاید به زودی نظرتون عوض بشه. ممنون که به این ویدیو توجه داشتید. نظرات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما در میون بذارید.